کردم. یه روز پسرم اومد یک کاستی به من داد، گفت بابا اینو نگاه بکن. گفتم چیه؟ گفت این مایکل جکسونه، میرقصه، برات کیف کن. مایکل جکسون زدم تو ویدیو، مایکل جکسون رو دیدم، گفتم با عجب بابا عجوبه یه چه رقص. تیتراژمون هم رفت. میتونیم یه کار بکنیم آقای گرجستانی، تا همینجا رو یه نقطه بذاریم، بعد یه شب دیگه شما رو دعوت کنم بقیه برنامه رو بریم بابا تازه اولشه که یه 60 دقیقه هست داریم صحبت میکنیم. خیلی ممنون. عده‌ای منتظرن که من بقیه رو بگم. از همینجا یه نقطه میذاریم برای برنامه بعدی که برسیم و خاطره رو یه بار دیگه از اول مرور بکنیم. خیلی ممنونم به من منت گذاشتید آمدید به برنامه من. از شما قول میگیرم که یه شب دیگه اصلا این بحث رو پی بگیریم مجددا. جدی میگی؟ حتما. به حضور بازیگر خوبی مثل شما در تلویزیون و سینما افتخار میکنم. بابا ما خیلی حرفا داشتیم. حتما موکول میکنیم به یه شب دیگه با حضور سیروس گرجستانی عزیز حرفای بیشتری بزنیم. آخرین آرزوی امشب خداحافظ. خیلی ممنون.